سلام و درود فراوان. سلام و درود فراوان. درست صحبت کن دیگه. گو. این کارگاه منه و اینکه خیلی به هم میزه. آخرین باری که خاک اینجا تمیز شده نزدیک به 1.5 سال. من اینجا تنها کار میکنم، بعضی اوقات پدرم میاد به کمکم و اینکه اولش یه ذره قبلا توی یوتیوب من ویدیو آپلود میکردم توی این کارگاه و توی عرصه خارجی بودم، سعی میکردم صحبت نکنم و مکالمه توش نباشه که کل دنیا بتونم ببینم، ولی به دلم نمیشست. یعنی به طور کلی به دلم نمیشست که بخوام فقط بدون کلام ویدیو پخش کنم و ارتباط چندانی نگیرم، با اینکه میدونستم ویدیوهای خوبی میگیره و حتی یه دونه ویدیو هم کلا 10 تا ویدیو آپلود کردم. یه دونه ویدیو هم 86,000 تا بازدید خورد ولی به طور کلی گفتم ایرانی آپلود کنم و همزمان بینش ویدیوهایی که نیاز به کلام نداره زیاد بی کلام بذارم. بزنین جای دیگر نشونتون بدم. این چیزایی بوده که ذوب کردم. چی بود؟ این گوه نه دیگه. کارهایی تولید کردم به این شکل تزمینی. معمولا اجسامی رو تبدیل به شمش میکردم، ولی توی این چنل قراره که هم اجسام رو تبدیل به شمش کنم و هم شمش ها رو تبدیل به اجسام و فکر خوبی تو سرمه که قراره با هم دیگه پیش بریم. قبل از هر چیزی باید اینجا رو تمیز کنم که افتضاحه. ببینید گوه گرفته، برای نسبت گوه گرفته. همه وسیله ها ریختم. اینه رو چقدر تمیزکاری رو. همونطور که میبینید اینجا حسابی گند زده شده. یعنی آخرین ویدیو ما که خیلی اذیتمون کرد و نورمون حتی سوخت. یعنی تا آخر ویدیو من همش تلاش میکردم با دماغم این صدا رو در بیارم ولی نشد. کجا در اومدین لامصب؟ اینطوری شد که دیگه رها کردیم هر چیزی رو از سر جاش برداشتیم، سر جاش هم نذاشتیم. کجا بود اصلا؟ یادم نمیاد. اما اینو نظم داشت. یه روزی نظم داشت. فکر کنم گوشه همه اینا یه روزی نظم داشت، سر جاش بود. آره، ولی نزدیک به 1.5 سال که ویدیو نمیگیرم. نه کیلو نمیگیرم. آره، نزدیک به 1 سال که ویدیو نگرفتم ولی از امروز قراره که شروع شه. قراره بتره کنیم. ببین بتره کنیم جنتو. چقدر به هم ریزه. گوب بگیرم. ای گفتم میام 3-4 ساعته جمع میکنیم، کارو تمیز میکنیم. جنت داری؟ خفه کنم.
فعلا شد این دوتا وسیله نمیدونم کجا. یه دونه دوسو یه 400 اینجا بوده، یه دونه وسیله دیگه اینجا، اما گفتیم نمیدونم کجا. تو بقیه باشه. حالا اینجا جاش این بغل بطنها. راستی این تصمیم ها رو میبینی؟ قرار با شورت ویدیوهای خوبی بسازیم. شنیده بود. برو دیگه برو. بسیم 2,000 years later. سلام رفقا. شاید بگین که چی شد که یا مواد بلند شد، لباست تغییر کرد، این چیده شد. واقعیت اون روز من اومدم کارگاه رو تمیز کنم و شروع کنم و نورم هم سوخته بود. قبلتر از این تایم گفتم که نورم سوخته و نور کافی نداشتم برای اینکه بخوام ادامه بدم به این ویدیو گرفتن و نسبتاً ویدیوها جذاب نمیشد. سر همین سعی کردم یه مدت زمانی رو خلا ایجاد کنم توی کار و نور رو بگیرم، حداقل نور رو بگیرم که بتونم ادامه بدم به ویدیو گرفتن و به خاطر کمالگرایی بسیاری که دارم. سیبیل داری؟ آره، این باعث شد گوته بخور. این باعث شد که یادم این نور رو گرفتم، یه ذره خلل ایجاد کردم که این نور رو بگیرم که ادامه ویدیو بدم و باعث شد که یه مدت زمانی بگذره. باز دوباره خاکی شد اینجا. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه اون روز آخر اومدم پنجره رو ببندم. اصلا چی شد رسیدی به پنجره؟ آره، این شیشه شکست. این شیشه شکست و به مدت 1 ماه که اینجا خبری نبود گند زده شده همینجا. خواهی صبح داری؟ ساعت 4-5 صبح هنوز روشن نشده. 5-6 میکنم. مرغ خروس هم هنوز بیدار نشده. بیدار بشن هنوز مرغ خروس ها بیدار نشدن. من 5 صبح اینجا.
سعی کردم با انرژی زیاد بیام بشه. نوری هم که گرفتم بزنیم نشونتون بدم جان تو. خب بریم با نور تصویر رو ببینیم تو همین زاویه. اون بی نور بود، این با نور. تفاوت خیلی فاحشه بکنم. فقط نور داره تخم چشمو کور میکنه. یه ذره احساس میکنم زیادیه. زیادی. بریم که اول از همین میز رو تمیز کنیم. بعدیش اینه هیچ وسیله جز این برای گردگیری پیدا نکردم. دستگاه رو میتونم باش تمیز کنم. اصلا یعنی واقعا میخوای کل اینجا رو با این تمیز کنی؟ چیه؟ ولی نه جاروم هستش نه قلم. خیلی کثیفه. محیط کارگاهی دیگه. میشه دید خیلی تمیزش کرد. ولی خب شروع کنیم تمیزش کنیم حسابی. خیلی تمیز شده. خیلی خب میز نسبتا کارش تمام. یعنی نسبتا که کارش تمامه. یعنی یه زیاده روی هم نمیشه کرد تمیز کردن، چون بدتر از این میشه. داشتم تمیز میکردم، گفتم بعد تمیزکاری ویدیو براتون بذارم که قبل و بعد تمیزی باشه، ولی اینجا رو نمیشد از دست داد. فقط کرم گذاشتم رو کنیم. به ما سختی کار نمیخوره یا نه؟ اینا چی هن دیگه؟ موریانه است حسین، موریانه. حالا موریانه نیدی؟ اینا چی هن دیگه؟ اوه. منم اینو باز کنم تمیزش کنم. می‌بینین؟ داره ازشون این میافته. هرچی پیش خودم فکر کردم احساس می‌کنم ویدیو اصلا خیلی اوضاعش خیلی کارش نمیشه کرد، چون فن نور اجازه نمیداد و خود دوربین احساس می‌کردم آسیب می‌بینه. خیلی گرد و خاک میشد با تیشه و با چی؟ تیشه با کاردک منظورم. تیشه چی بود اصلا؟ با کاردک دیوارا رو سعی کردم پاکیزه کنم، تمیزشون کنم به نسبت که بشه رنگی زد. ولی خب دیدم اوضاعش خیلی خیلی این چاله چوله ها نه همچون چیزایی که دیگه نمیشد اون لحظه. یه همچین چیزایی اینا رو با گچ و سیمان قاطی کردم. باید پر کنیم با بابام، بعد رنگشون شروع کنیم بزنن. کل اینجا رو نمیخوام رنگ کنم، ولی این محدوده لبه های پنجره ها خیلی اوضاعش خیلیه. اینجا رو باید دستی به سر روش بکشیم و پروسش رو معلوم جیانه تو فکر نکنم این شده این سریع صفر میشه. اگه دیدین خیلی شله میتونین گچ اضافه کنید بزنید، ولی سیمان بیش از این دیگه اضافه نکنید چون مخلوطش برمی‌ریزه. بعد صبر میکنی که یه ذره صفر شه و تو کارتون استفاده میکنی. نکنید تو همین چند دقیقه چقدر صفر شد. 2 دقیقه بمونه صفر میشه. 3 دقیقه بمونه دیگه درد نکنه. خب دیگه بریم تو کار ببینیم.
صاف کردیم که بتونیم رنگشون کنیم. حالا اینا رو باید جمع کنیم، اینا تا شاله رو کیسه سیمان و کیسه گچ رو حالا هر چیزی رو جلومون هست رو جمع کنیم، بعد رنگ درست کنیم. احتمالاً قهوه‌ای و تیره و روشن، حالا موندم بینش برای کدوم قسمت. احتمالاً داخل پنجره رو میکنم قهوه‌ای تیره، دیوارا رو میکنم قهوه‌ای روشن‌تر مانند چوب. رنگ چوب درآمد چوب تیره داریم هم روشن ولی خب به طور معمول. حالا این رو جمع کنم، دستی سرپوش بکشم، کل این محدوده داخل پنجره ها، کل محدوده داخل پنجره ها گچ و سیمان شده، تمیز شده نسبت. رنگ کنم خیلی عالی میشه. حالا یه روزی هم کل کارگاه رو رنگ کنیم، ولی فعلا اینجا خیلی افتضاح بود. مثلا دلش نمیگرفت اینجا کار کنه. کارگاه به این تمیزی چه وضعش بود. آره اینجا گچ و سیمانش کردیم، الان 2 روز هم هست که قشنگ خوش شده و بریم براش. اوف خاک گوهت. اینه فن عمل میکنه دو پا. ولی یه ذره آب میریزیم تو رنگ، قاطیش میکنیم بشن. داخل یه ظرفی، لیوانی، کاسه‌ای رنگ مورد نظرتون رو میریزین که آب قاطیش کنین، بعد حل کنین که دون دون نباشه داخل رنگ سفید. بعد رنگ قرمز هم به همین صورت میریزیم به نسبت. بعد آب قاطیش میکنیم. حالا رنگ قرمز که نه، هر رنگی که بخوایم به دست بیاریم. بعد این هم قاطی. از اینجای کاربار دیگه گردن پدر این کار هست. جانه دیدتون به حد غلظتی که میخواستین رسید، رنگ‌های مورد نظرتون رو توش قاطی میکنید. ما اول میخوایم قرمز توش بریزیم. کم کم رنگ رو قاطی کنین که یهویی بیشتر از حدی که نیاز دارین نرسه. ما میخوایم دیوارمون رو صورتی کنیم. چه خوشگله جان. یه کارگاه دخترانه میخوایم راه بندازیم، گوشه کنارش میخوایم نقاشی باربی بکشیم برای پدر. باربی خیلی علاقه پدر علاقه شدیدی به باربی پدر میگه من این کارم دونته ببند، من درستش میخواد گل بهش کنه بچه. پدر که صورتیه. حالا رنگ خردلی رو اضافه میکنه. صورتی رو حفظ کرده و هر چی رنگ اضافه میشه رنگ صورتی نه کم میشه نه زیاد. آب مرد بیاد.
بزن گلبهیه دیگه این. صورتیه کورنگی دارم رنگی داره دیگه. بچه اینجوری توجه کنین هی لبه رنگایی که پدر میزنه نشون میده که رنگ از چی به چی تبدیل شده. من که زیاد تفاوتی نمیبینم ولی خب داره کم کم گلبهی میشه. در هر صورت این صورتیه. دقیقا کور رنگی داری. این از رنگ گلبهی. کور رنگی داری دیگه، دونته ببند. بچه ها گلبه چه بهی؟ بچه ها خیلی به پدر گفتم این رنگ صورتیه، میگن گلبهیه. رنگ عوض از قبول گلا مثل این گلبهیه. یه علامه این گلبهیه باید این هم بزنی به دیوار. میگه ما کارگاه رنگش یه ذره تیره کنی. میگه نه علامه همین رنگ باید بزنی بره. حرف نبوشه هر چی شد پاهم. میدونم گردن نمیگیره بعدش ولی خب بچه متاسفانه به خاطر خاصی پدر صورت بچه اون همون شخصیه که به این رنگ میگه گلبهی. پدر بیا کارت گردن بگیر. خب بچه بریم برای رنگ زدن و رنگ رو به دیوار بزنیم ببینیم چی میشه. رنگ رو همیشه از بالا به پایین شروع کنیم بزنن. بچه این ستون ها قرار بزنن فقط از این یعنی از این محدوده این دیوار تا اون طرف و اون دیوار رو پشتش کشه بگه پشت ما. رنگ احساس میکنم خیلی غلیظه توی کار بد باشه. بله بچه به طور کلی رنگ شد. بابا چه رنگی بود این رنگ؟ گلبهی. گلبهی زدیم و مونده داخل پنجره ها که اونا رو هم بابا چه رنگی می‌خواستیم بزنیم؟ نارنجی؟ آره. نارنجی. نه. نارنجی. آقا داره خوش رنگ می‌کنه. نارنجی میخواد نارنجی بزنه. بعد جونم براتون میگه که به زحمت میکشه رنگ گلبهی رو به بیرون دیوار میزنه و میمونه گفتم داخل دیوار که اونم بزنیم. بعد از آخر کار براتون ویدیو بزنیم. ولی به طور کلی اولش دلم با این رنگ نبود. الان ولی بسیار رنگش به چشم میاد. گلبهی قشنگیه، خیلی قشنگیه. با مهد کودکه، مثل مهد کودکی دارم. خدا این دیگه بلند چند داری و بزرگی دیگه زدی. بنزاری که دیگه و چه زدی.
خب بچه رنگ ها هم تموم شد. رنگ ها به چه صورتیه؟ صورتی، یاسی، توسی. شاید بگید چرا این رنگی زدی؟ دلیل ما برای انتخاب این رنگ ها فقط و فقط یه آخرش بوده. صورتی، یاسی، توسی. اوکی؟ قافیه برای ما خیلی مهمه. هیچ چیزی در این کارگاه مهمتر از قافیه نیست. بله. خیلی رنگ خوشبخته. ولی پدر خیلی معتقده که این گلبهیه، این نارنجیه، اون توسی رو قبول داره، خدا رو شکر. ولی خب این توسیه، این گلبهیه که یعنی الان صورتیه به چشم من، اینم یاسیه، اونم توسیه. خب تمیز کردن کارگاه، تمیز کردن اتاق اصلی کارگاه تموم شد. رنگ زدن این قسمت هم که خیلی افتضاح بود تموم شد و ویدیو بعدی احتمالاً میریم یه دونه تنور نون درست کنیم. تنور نون عالی. میخوایم نون سیر، نون شیر. نون شیر داریم؟ نمیدونم. آره تنور نون درست کنیم و نونای توت توش درست کنیم، مثل بربری نمیشه توش درست کرد. ولی خب نون درست می‌کنیم در واقع، نونای از این شکریا، این دنبه‌یا، این سبزیجاتا. اولین چیز و مهمترین موضوع برای کار کردن شکمه. شما شکمتون رو سیر نکنی مغز کار نمیکنه، بدن کار نمیکنه، این خون جریان پیدا نمیکنه. جانتو بریم که راستی شب دیگه بریم که فردا صبح بیایم تنور نون رو شروع کنیم برای درست کردن. بلد نیستم ولی یاد میگیرم. خیلی پرروتر از این حرفام.